دادگاه شهر دوشنبه ولیجان شیروف یک جوان تاجیک را برای قتل نابالغ و مجروح کردن یک کس دیگر به سالهای دراز زندان محکوم کرده است. دادگاه روز 29 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت ولیجان شیروف با یک جوان دیگر که از او ام نام بردند درباره دختر تلفنی جنجال کرده و سپس با جمعی از رفیقان خود به ملاقات روبرو آمدند. گفتگوی دو طرف در نزد بازار سامان دوشنبه در روز 2 فوریه امسال به زنی و کارتکشی انجامید است. دادگاه گفته است ولیجان شیروف یک نابالغ را که از او هی نام بردند چند کارت زد و او در رو به شفاخانه جان داد. نفر دوم کارخورده به نام تنها جراحت برداشته است. دادگاه برای قتل ولیجان شیروف را به 17.5 سال زندان محکوم کرد. نظر وکیل دفاع محکوم شده و خود او معلوم نیست.